صبح شما بخیر باشه بینندگان محترم. رسیدیم به ساعت 10 صبح و بخش دیگری از خبرها که تقدیم حضور شما میشه. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا خطاب به آمریکا گفت اسم شکستتان را توافق نگذارید. نه خبری از سرمایه‌گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. امروز در جهان دو جبهه وجود دارد، حق و باطل، و هر حق طلب آزاده‌ای تحت تأثیر امواج رسانه‌ای شما اغوا نمی شود. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. نه خبری از سرمایه گذاری هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید ثبات در منطقه توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین می شود. ثبات از طریق قدرت. صراحتاً اعلام می کنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی گردد. این اراده زمانی ایجاد می شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی همچون ما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد، نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه چین تجاوزها و جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را عامل اصلی وضع کنونی منطقه دانست و بر عزم قاطع ایران برای تداوم دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود تا رسیدن به همه اهداف و پشیمان کردن دشمن از ارتکاب این تجاوز وحشیانه تاکید کرد. آقای عراقچی به بسته بودن تنگه هرمز بر روی شناورهای آمریکایی و صهیونیستی و طرفهای دیگر دخیل در تجاوز نظامی علیه ایران هم اشاره کرد و گفت تردد شناورهای متعلق به سایر کشورها با هماهنگی با مراجع صلاحیت‌دار ایرانی انجام می شود. وزیر خارجه چین هم بار دیگر بر موضع اصولی کشورش در محکومیت حمله غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران تاکید کرد و گفت پکن بر ضرورت توقف رفتارهای قلدرمآبانه در عرصه بین المللی و احترام به دیپلماسی و حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات تاکید می کند. با محدودیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، اسلوونی به عنوان اولین کشور اروپایی جیره‌بندی سوخت را آغاز کرد. بر اساس این طرح برای هر خودرو سقف روزانه بنزین تعیین شده و اتباع خارجی با محدودیت دریافت سوخت روبرو هستند. نیوزلند هم اعلام کرده کمک نقدی به خانوارها برای تأمین هزینه سوخت اختصاص می‌دهد. ویتنام هم از ماه آینده بخشی از پروازها را به علت کمبود و افزایش قیمت سوخت جت حذف می‌کند. سریلانکا هم اعلام کرد برای صرفه‌جویی 25% سوخت، لامپ خیابان‌ها و تابلوهای تبلیغاتی را خاموش می‌کند. این کشور آسیایی در روزهای اخیر قیمت سوخت را 30% افزایش داده و روزهای کاری هفته را به 4 روز محدود کرده است. در بنگلادش هم قیمت سوخت هواپیما 111% افزایش یافته که موجب افزایش قیمت بلیت سفرهای هوایی شده است. در فیلیپین وضعیت اضطراری انرژی اعلام شده و دولت تایلند هم به کارکنان توصیه کرده به جای آسانسور از پله استفاده کنند. پاکستان هم کلاس‌های درس را مجازی کرده است. وزیر نفت خواستار محکومیت حمله‌ها به تأسیسات صنعت نفت ایران شد. آقای پاکنژاد در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای فاجعه بار انسانی و زیست محیطی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به تجهیزات و تأسیسات راهبردی صنایع نفت و گاز ایران هشدار داد. منطقه خاورمیانه به ویژه مسیرهای حیاتی انتقال نفت بار دیگر در کانون توجه بازارهای جهانی قرار گرفته است. هر گونه تشدید تنش در این مناطق می‌تواند به سرعت بر عرضه جهانی نفت و در نتیجه بر قیمت آن تأثیر بگذارد. گمان زنی‌ها حاکی از آن است که برخی از کشورها در حال ارزیابی پیامدهای این وضعیت بر تامین انرژی خود هستند. من گمان می‌کنم که اکنون ایرانی‌ها بسیار پیشرفته‌تر عمل
می‌کنند، به ویژه اینکه اکنون واقعا کنترل تنگه هرمز را در دست دارند. ایرانی‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند کدام کشتی‌ها وارد شوند و کدام‌ها نشوند. به عنوان شاهد این مدعا، هند در حال مذاکره مستقیم با ایران برای تردد آزاد است. همینطور فرانسه و ایتالیا، آنها برای مذاکره درباره تردد آزاد پیش ترامپ نرفتند، بلکه پیش ایران رفتند، چون این ایران است که کنترل را در دست دارد. ترامپ با تصور غلطی وارد شد. فکر میکرد این کار آسانی خواهد بود. او اکنون در جنگ گیر افتاده که نمیداند چگونه از آن خارج شود. یک راه خروج وجود دارد و آن این است که آمریکا پایان این جنگ را اعلام کند. تحولات زنگ خطری جدی برای اقتصادهای جهانی نیز به شمار می رود. آقای مهدی حسنوند، کارشناس انرژی: اولین عامل تشدید کننده خود ادامه انسداد هوشمند تنگه هرمز هست که توسط ایران به عنوان یک ابزار اعمال فشار بر دولت‌های متجاوز آمریکا و اسرائیل انجام شده و عملاً باعث شد بیش از 18 میلیون بشکه نفت و فرآوردی که به صورت عادی در بازار جهانی نفت عرضه میشد دچار انسداد بشه. اگر پیش بینی‌ها به همین صورت باشه که جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، خب خرید نفت در این هفته قطعاً قیمتی پایین‌تر از هفته‌های آتی خواهد داشت و همین باعث می شود که تقاضای جهانی برای نفت و فرآورده‌ها بیش از اون تقاضایی باشه که به صورت میانگین در بازار وجود داره. در مجموع تو این بازی 100 روزه اگر بخوایم در نظر بگیریم، بیش از 500 میلیون بشکه در بازارهای جهانی دچار اخلال خواهند شد. در حالی که حملات هوایی به آسمان ایران وارد هفته سوم شده، بازار جهانی نفت ریسک بحران را بازتاب داده. افزایش قیمت نفت و احتمال بروز اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کرده و رشد اقتصادی را در کشورهای وارد کننده کند سازد. روایت سازی مصرف کنندگان بزرگ نقشی تعیین کننده در آرامش یا التهاب بازار دارد. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس پلیس راهور فراجا از کاهش 24% سفرهای نوروزی خبر داد. سردار کرمی اسد گفت بیشترین ترددها در مسیرهای منتهی به استانهای شمالی، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری و فارس ثبت شده است. بیشترین میزان ترددهامون در امسال که از 25/12 عرض کردم که مأموریت نوروزی ما آغاز شد، متوجه 27 اسفند بود که بالغ بر 24 میلیون تردد در جاده کشور از طریق تردد شماره ما ثبت شد. میانگین تردد روزانه ما در کشور الان با این وضعیت که عرض کردم، علیرغم که 24% کاهش تردد داریم، ولی میانگین تردد روزانه ما بالغ بر 21 میلیون تردد در مابر کشور هستش. برخی از استان ما پذیرش بیشتری رو دارن و تردد بیشتری به خودشون اختصاص دادن که شاخص‌ترین اونها استان مازندران، گیلان و رتبه بعدی همدان و خراسان رضوی. و مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت استقبال فرهنگیان از سفرهای نوروزی به بیش از 170,000 نفر روز رسید. به گفته آقای یاوری، بیشترین استقبال و فراوانی سفرهای نوروزی را در استانهای خراسان رضوی، گلستان، شهرستانهای تهران، مازندران و گیلان شاهد هستیم. مدیر کل رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت اطلاعات مدارس و مراکز اسکان در درگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش و کانال اطلاع رسانی اداره کل رفاه و پشتیبانی به آدرس @refah_datair در پیام رسان شاد منتشر شده است. 22,000 نفر عوامل اجرایی، 9,000 مدرسه، 425 مرکز آموزشی و رفاهی، 70,000 کلاس درس و 30 ناظر ویژه در طرح اسکان نوروز 1405 فعال هستند. از همراهیتون با این بخش خبری بسیار متشکرم.